نگو سلام، بگو درود، نگو شعر، بگو سرود، نگو شکر، بگو سپاس، ولی مقصد همه خداست. پیروز سلام سال بنگر برم پویاند بر این گراهی. پیروز سلام سال بر ما نظر کن آرهیم زین گمراهی. پیروز سلام سال دستم بگیر و رهایم کن به راهی. پیروز سلام سال یالا بکن یا مطربه یا همراهی. بر روح پرفتوح آرایی یکی صاحب نسلی و بس به اصل اهورایی. یم بس دیگه کم کم درم شم یه جورایی. او سلام سال دستم بگیر و رهایم کن به راهی. او سلام سال می خور که به زیر خاک همی خواهی خفت. می خور که به زیر گل، نه همون خاک بهتره، می خور که به زیر خاک همی خواهی خفت. بی مونس و بی رفیق و بی همدم و جفت. زنهار به کس مگو تو این راز نهفت. هر لاله که پژمرد دیگر نخواهد بشکفت. شکفتنی نیست وقتی پژمرده میشی. زنده شدن جسمانی نیست وقتی میمیری. وقتی مردی رفتی، تا که هستی خوش باش. از نگاه یاران به یاران ندا میرسد. از نگاه یاران به یاران ندا میرسد. دوره رهایی فرا میرسد. دوره رهایی فرا میرسد. از نگاه یاران به یاران ندا میرسد. دوره رهایی فرا میرسد. این شب پریشان سحر میشود. این شب پریشان سحر میشود. روز نو گلفشان به ما میرسد. روز نو گلفشان به ما میرسد. خوشی رو بیار، شادی رو بیار، بهشت رو برای همه بساز. عشق و مهر و مهربانی دوستی، کینه ها را رها کنید. این پلیدان اهریمن صفتی که اومدن و عقده و کینه و نفرت و جنگ و خون و خونریزی رو برمغان آوردن برای بشریت مدت هاست و هر از چندی هم بیشماران به زیر خاک، بیشماران گلوله باران، بیشماران خانه ها بی سرپرست، فرزندان نازنین از دست رفته و بزرگترین قربانی ما هستیم و هرگز هم قدردان و سپاسگزار بزرگان خودمون نیستیم. نوروز امسال نوروز بسیار خوب و پیروزی بود. شما هیچ نگران این نباشین که رژیم رفت افتاد نیفتاد کی میفته. به این فکر باشید که ذهنیت و تفکر و مسمومیت تاریخی رژیم از بین رفت و شما پیروز شدید. مسمومیت تفکر تازی از میان رفت و شما پیروز شدید. این بزرگترین پیروزی است که
ایرانی به دست آورد در نوروز امسال. گور بابا شاد چی؟ حالا بگو آقا تو دین شما یاد ندادم به گور مرده توهین کردن زشته. یک شما حالا به گور یکی توهین کردی، نه به گور بابا شاد چی؟ حالا به گور هر کی توهین کردی. حالا شما اگر به جای شما محمد رضا شاه پهلوی از قبل میومد بیرون اینجا مینشست در حمایت از نظام پهلوی، برمیگشت میگفت آقا تو دوره قاجار مردم شناسنامه نداشتن، من مردم شناسنامه دادم، مردم از وبا و بیماری هزار تا کثافتی داشتن میمردن. اجازه بده. بعد 47% که شما میگی 47% که شما میگی شده 97% و فلان، شما هم برمیگشت میگه آقا قاجار 10% مردم 10% هم نه 5% مکتب خونه یه دونه دانشگاه تو کشورتون نبود، من اومدم اینا رو ساختم. پس اینجوری نمیشه بحث کرد. گور بابا یعنی چی؟ یعنی آقا مرده، آقا رفته، آقا 50 ساله شاه رفته، چند سال دیگه شما زمان میخواین کشور بسازی. آقا تو دیگه نباید بیای بگی فلانی نکرده فلانی کرده، تو باید بیای بگی این 40 سالی 50 سالی چیکار کردی. قرار نیست تو بیای بگی شاه چیکار کرده چیکار نکرده. حالا شما هرچه بیشتر سپاسگزار بزرگان تاریخ خودتون باشین، این تاریخ معاصر، اونهایی که برای شما دگراندیشی را آوردن، نواندیشی را آوردن و به شما آموختن که جهان را با دید دیگری نگاه کنید. یکی کار جالبی که امسال شد من دیدم، بانک صادرات اومده بود و یک موزیکی درست کرده بود، خیلی هم پرخرج، رفته بود همه شهرها، ولی اینقدر این واژه بیشرف رو چون اینا استفاده کردن خودشون، من بهشون میگم اینقدر آقای رئیس بانک صادرات، حال شما خوبه، درود بر شما، خاک بر سر شما، بیشرفید شما. آقای بانک صادرات، شما این بغل ما شانزلیزه شعبه‌ای داشت، ما 66 شانزلیزه هستیم، این در 4850 شماره بانک صادرات بود، قوی ترین بانک فرانسه هم بود اون موقع. بعد شما سر هر محلی که میرفتی یه بانک صادرات بود، تو هر دهکوره‌ای که میرفتی یه بانک صادرات بود. شما موزیک رو درست میکنی، همه کار میکنی، یادت میره که از بنیانگذار این یاد کنی، حجبر یزدانی. درود به روان پاک حجبر یزدانی. مرد بزرگی که من ندیدمش ولی باهاش بسیار صحبت کردم. یک روز پسردایی من افتخار این داشته بود که در این جای ایشونی ببینه، بعد گفته بود من پسردایی فلانی هستم. گفته بود آره خیلی پسرداییشم. گفتم نه با خود ما پسرداییشم، خیلی ماش تلفن کنیم خودتون زنگ زدن جواب نمیدن. حالا بعد میگه آقا جان تو اگه پسرداییش هستی این چایر بگیر بهش بده، اینم تلفن من بگو من زنگ بزنم، من کوستاریکا مکزیک هستم. بانک زده بود اونجا هم قدرت گرفت. من مدتی گذشت بهشون زنگ زدم، اینقدر خوشحال شد، منم خوشحال شدم. گفتم آقای حجبر یزدانی من اصلا گمان نمی‌کردم یه روزی چنین افتخار نصیب من بشه. اینا گفت این حرفا چی موتور فلان، اینا از خیلی به من محبت کرد. من گریه‌ام گرفت. چرا گریه می‌کنی؟ گفتم ما بچه که بودم یه بغل خانه ما بانک صادرات زده بودن کوچه طب‌المحله نوغون، بعد یه تابلوشو بالا زده بودن. ما هر روز صبح که می اومدیم میگفت همه میگفتن که بانک صادرات همه جا هست، تو هر دهکوره‌ای هست. ما به جایی که درود به تو بفرستیم اونجا، بچه بودیم 8 9 10 سال، به جایی اینکه سپاسگزار تو مرد بزرگ باشیم، ما هر روز توی جیبمون از مرسی میادیم سنگ میکردیم، مسابقه بود که بزنیم این تابلو چرا شکست. گفت خوب بود تو بشکستی تابلو ما. گفت آخر شکست یا نه؟ گفتم ما خیلی درود. انسان بزرگواری بود. از من بارها دعوت کرد بعد که برم پیشش و رفتیم تا جهان رفت.
شما آقای بانک صادرات بی‌شرف، ببخشید من سیاوش اوستا خیلی آدم مؤدبی هستم، همه میشناسم. من به ادب احترام، من به دشمن خودم احترام میذارم، ولی وقتی که جاش میشه سرش پخ میبرم، ولی احترام رو میذارم. ولی شما واقعا بی‌شرفین. هر چی دارید از حجب یزدانی است. وقت یادی از حجب یزدانی نمی‌کنید؟ این مرد بزرگی که از صفر شروع کرد و با چه رقابت و حسادت و درگیری هایی تونست مرد اول بشه. بعد تازه وقتی هم که شما اومدین اموالش رو گرفتین و چه کردین، همه رو مصادره رفت خارج، باز در کوستاریکا. اونم مثل ثریا اسفندیاری، اونم مثل بسیار از دوستان دیگه، یک فریختی بود در ونکوور که سه دیگه میگفتن سیاوش اوستا ما میخوایم ارث میراث به تو بدیم، تو یک معبد چیز اوستا بسازی، اوستا رو بزرگ کردی، ساخته شد. ما توجه به موارد نکردیم، چون من تو زندگیم اصلا هدف این که بیزنس پول رو بگردونم، بیزنسمن بودم و هستم، همه بیزنسمن. حالا مرا نگار طلب می کنم، مرا نگار طلب می کند به خانه خویش. عجب مدار عجب مدار که رضوان بر آستانه ما جانم 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 آنچه میخوام به شما بگم اینه که ما مرده پرست نبایستی باشیم. ما بایستی همکنون قدردان باشیم، سپاسگزار باشیم. عزیزانمون رو قدر نمیدونیم، سپاسگزاری نمیکنیم و اونطور که باید یاری نمیرسانیم. خوشبختانه دیگه اعلام کردیم بهتون، میدونید جهان هم آگاه شده. پرنس رضا پهلوی جنبش رو، حرکت رو، انقلاب رو داره تا پیروزی پیش میبره و پس از اون شهریار اکثریت ملت ایران پرنسس نور هست و هر کسی دیگه میتونه شهریار خودش رو به رأی مردم بگذاره. دموکراسی خواهد بود و هیچ ما نمیخوایم چیزی رو بر کسی تحمیل کنیم، هر کی تونست بیاد توی میدان. ولی یادتون نره رقابت زیاده الان، ببینید که از قدرت دستشونه دارن این کارایی میکنن که ما بایستی هوشیار باشیم. ما بایستی هوشیار باشیم، بازی نخوریم و در میدان و آگاه باشیم. این الان من به شما بگم اینه که رژیم همه جا نفوذ کرده، بلا استثناء همه جا نفوذ کرده، داری شک نکنید. اونی که کله همه شما هم تحت کنترلشه، داری شک نکنید. شما دیگه هیچ کدومتون خلاقیت، ذکاوت ندارید جز نسل جوان ها. نسل جوان رو نمیگم، اونهایی که سایت هایی زدن، صفحاتی زدن، از آنسین پرس دارن میگن تاریخ ایران رو دارن میگن، کار دیگه میکنن، کتاب ها رو آوایی میکنن براشون میذارن. اونها بزرگان سرداران آریایی، اونها جای خودشون. ولی شما اکثریتتون خوراک بهتون میده وزارت اطلاعات، خوابگاهاش برای شما میسازه که تا بیدار میشی توییت کنی برابر بفرستی. دیگه اخیراً این آقا از کسانی که با خود اینا کار میکرده، خود ایشون می اومده اعتراف میکنه که آقا 40,000 تا اون قدیم اینا اکانت داشتن به نام خانواده سلطنتی پهلوی، خانواده پهلوی، که هر کی میخواستن بزنن میزدن به اسم اون و یعنی شما این تا کجا کارتون خرابه. شما ممکنه بدونید، بسیاری از بینندگانتون هم میدونن، من شاید پرسابقه ترین، قدیمی ترین کارشناس امنیت دیجیتال و سایبر سکیوریتی در ایرانم. بله. از سال 1995 کار من اینه. بذارید رک و پوسکنده به شما بگم، چیزی شاید حدود 40,000 اکانت با تصاویر ایشون، با تصاویر مربوط به شاهنشاه پهلوی، با آواتارهای مرتبط به سلطنت
از تهران و از سمت جمهوری اسلامی ایران به فعالان سیاسی و مجازی بدگویی میکنن. و الان همین کار خرابی صبح پا میشی آقا این خامنه‌ای گفته بود ما بی‌شرف، هر که بره مذاکره رفت مذاکره کرد. آقا این خبر همه میفرستین. خب این که تو خدا رو در خواب دیدم زار زار گریه میکرد رو که میگیم 124,000 پیغمبر چرته بفرست. این که بهت میگیم عثمان، عمر، ابوبکر، علی به اسم اونا بچه داره، با ایشون وصلت کرده. علی مگه نمیگن اینا رو بفرست برای مردم؟ چرا اینا نمیفرستی؟ میگن عمر، جناب آقای عمر میگن زد پهلوی فاطمه، محسن کشت. بعدم که کشت فاطمه بعد یک مدت چون پهلوی ضربه خورده بود بنده خدا افتاد، فاطمه مرد. یعنی آقای عمر هم آقای علی زنش زده هم بچه‌اش زده کشته. خب علی که خیبر میگن درش کنده، یهودی‌ها رو قتل عام کرده، چقدر یهودی کشته و اسمش گذاشتن هیدر کرار، صفدر، صفار میزده میکشته. اوه کرده. این آقا عمر که کاری کرد چه بهش هیچ کار نکرد؟ چه بهش نگفت؟ تازه میدونین چی؟ خب اینا رو پخش کن تا عمه و ببی و خالت این نگه ماشاءالله ایشالله ماشاءالله الحمدلله. ام کلثوم یکی دیگه از دختران علی است، جناب آقای علی پور طالب. این دخترش 9 سالشه ام کلثوم. مادرش تا میمیره یک مقطع میگذاره که همون میگن عمر کشته، این به عقد عمر در میاره میده به عمر، میشه دامادش عمر. وقت شما سر رهاف مولا گذاشتنتون سر کاری چرت و پرتا میان بهتون میگن اینا رو پخش کنید. این آگاهی بخشی های ذهنی ذکاوتی رو پخش کنید که مردم روشن بشن، از این اسارت فکری تازیان در نیان، بدبختن، بیچارن. خیلی جالبه که در کشور ما روز پدر به نام مردیه که دختر 9 ساله خودش ام کلثوم رو داده به عمر 60 ساله که زنش رو چند سال قبل کشته بوده. یعنی عمر در 11 هجری قمری فاطمه رو میکشه، بعد چند سال بعد علی دختر 9 سالش ام کلثوم میده به عمر 60 ساله. بعد این پدر نمونه روز پدر به نام اینه. ببین بقیه‌شون چیه؟ خب بقیه‌شون همونه که سر دخترشون رو میبرن با دستشون میگیرن میان تو خیابون دیگه. یعنی واقعا یه دونه آدم بهتر از این دور و برتون پیدا نمیشه روز پدر رو بذارید بهش آبروی هر پدر بردین که شما. ترامپ 100 تا ترامپ هم بیاد اینا سر همه رو کلا میذارن. زرنگ باشید، باهوش باشید. این باهوشی و زرنگی اینه که صبح که از خواب پا میشی منتظر نباشی که چی برات فرستاده برای همه بفرستی. تو خودت باید بشینی بخونی مطالعه کنی، این کارهایی که داره میشه آگاهی بخشی بدی به مردم. وگرنه بی شرف گفته خب کی نمیدونه؟ یعنی تو تا حالا فکر میکردی آخوند راست میگه؟ ها؟ تو تا این حد نادان بودی که گمان میکردی آخوند جماعت راستگوست؟ چه این باشه چه اون باشه هرکس. تو تا حالا فکر میکردی که اینها مارمولک روباه نیستند؟ بیژن مفید، درود به روان پاکش. بیژن مفید زمان شاه وقتی اون چیز عروسکی خاله سوسکر برای شما ساخت، اونجا روباه رو نشون داد، سگ رو نشون داد، خاله سوسکر رو نشون داد. این فیلمش هنوز هم که هنوز شما میبینید تو تاریخ. تو برو بگرد، عبید زاکانی اومده گفته، حافظ و خیام اومدن گفتن واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. آخونده که همه میشناسن، اگه تو نمیشناسی چرا این گول میخورید؟ همیشه عمله مزدور رایگان رژیم میشید. به جای این که همین صحبتای سیاوش اوستا، دکتر کوروش آریاملش، رضا فاضلی، فرود فولادوند، شجاع الدین شفا، بی نهایت بی شمارارن،
دکتر مسعود انصاری روشنگر، شما این حرفا رو بیاید منتشر کنید، روز به روز ذهن‌ها رو باز کنید. تا ذهن‌های مردم باز نشه همون ماشاءالله انشالله میگن. این دانیال هدایت آریایی، پسر جوان خوش‌ذوق و خوش اندیشه، توی تخت جمشید میره برای شما یک سروده زیبایی میخونه. تا سروده رو میخونه تموم میشه، همه دست میزنن، یه دی ماشاءالله 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 ای والله ای والله الحمدلله. بعد خوشبختانه انسان‌های پاکندیش خوبی اونجا هستن که زود بیان میگن آفرین 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 آفرین، دست مریزا. شما بیچاره نازنین ها مهربان یاران، شما تا هنگامی که نمیتونید واژه‌های پارسی خودتون رو به کار ببرید و از این واژه‌ها به کار ببرید بدبختید. سالنامه 7000 ساله آریایی میترایی در سال 1981 توسط سیاوش اوستا در کتاب از میترا تا محمد به جهان ارائه شد و از سال 1986 تقویم جیبی آن با هزینه شخصی خانواده اوستا در پاریس چاپ و به رایگان در سراسر جهان پخش می شود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. هم میهن تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری، چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدن‌های دیگر بنازند، اما چرا تاریخ غارت و چپاول و ویرانی میهن و مردم تو روزشمار روزانه تو باشد؟ این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر. میگه خب قرار گذاشتیم که شما فردا از امریکا تشریف بریم، ما بیام فرودگاه دیگه دنبالت. میگه ان شاءالله میام، میگه ان شاءالله. بعد زنگ میزنه تو شب عید قرار بود نوروز بیا پیش ما که گفتی بلیط هم گرفتی که خب بابا بهت گفتم 30 ان شاءالله. خب نشد دیگه. میگم تو که ان شاءالله نبودی. میگه نشد جون تو. میگه نشد. گفتم که انشالله، گفتم انشاء انت. بعد وقتی تحقیق میکنی میبینی آقا با خانمش 2 جای مختلف رزرو کرده بودن، واقعا میرم جایی که مثلا بعد میگه انشالله واقعا نظم داد زندگیتون. یا یکی دیگه از دوستا روز میگه که دیدم چی شده، میگه بله ماشاءالله ماشاءالله این برنامه شما آقای افسر. گفتم ماشاءالله چیه؟ ماشاءالله قصاب تو مال ماشاءالله. آره راستی ما رفته بودیم اینجا دوحه بودیم دوحه. راست میگی شما، ماشاءالله رو اینا به کار گرفتن. گفتم چطور؟ گفت با ماشاءالله ایشالله بهشت ساختن برای خودشون اینا. گفتم با ماشاءالله ایشالله؟ گفت آره. گفتم با آیه قرآن ساختن اونا رو بردن اما با ماشاءالله و ایشالله گفتن با تکنولوژی و عقل و دانش و خرد. اینا رو ما تا نفهمیم من به شما قول میدم که ایران اونطور که باید نمیشه. چون جهان دلش میخواد که یادتون نره همیشه در تضاد در فلسفه تز سانتز آنتی تز داریم و در فلسفه میگن که وقتی که میخوای خوب کار بکنه اندیشه، فکر، اقتصاد باید تضاد داشته باشی، تضاد آفرینی کنی. این رژیم ملا میگه دشمن یعنی تو همیشه باید یک جرقه بزنی که به پر هوا مردم رو بترسونی فلان کنی، تضاد آفرینی کنی. تضاد آفرینی دنیا میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر که میخواد جهان رو بترسونه، اسلحه‌اشو فروش بکنه، پولا رو بیشتر به دست بیاره. براش هم انسان‌ها اسرائیلی باشه، ایرانی باشه، هر کی باشه مهم نیست. جنگ میکنه، تیر، بمب و موشک و هدف پول در آوردن. حالا برای همینی که شما در نظر بگیرید جمهوری اسلامی رو میگن الان ماکسیمش چیه؟ ماکسیمش که دیروزم آقای بنیامین رفته بود پیش ترامپ، ماکسیمش اینه میگن آقا ایران ما نمیخوایم ما اتم داشته باشیم. میگه ما نداریم. بعدم میگه به فردا ببین، میری ببینی نداره. مگه 40 سال البرادعی و اینا رو سرگرم نکرد. ولی از اون که موشک‌ها رو ساخته، که موشک‌های قوی‌تر رو ساخته، که الان حرف موشک‌ها نیست که موشک‌های قوی که ساخته 10,000 کیلومتر میره که میدونید که آزمایش کرده، که تازه بمب اون هستی رو شما میدونید که داره، خود اینا میدونن داره چون خودشون بهش فروختن.
تو آغوش بی اندازه هستی برای وسعت تنهای من از چشم تو میبینم جهان را، توی آینه بینای من، جهان تا هست خواهم بود اگر تا جان من باشی. حالا یه چیز دیگه که من الان به شما میگم، مثل خیلی چیزای دیگه که اسرار مگو رو به شما گفتم و به وقوع پیوسته، سمی در خدا رو در خواب دیدم زار گیره میکرد. شما در زبان بگین 124 تا پیغمبر ما کی به شما گفتیم؟ همین گوگل موگل اون موقع ما میگم آلتا ویستا به جای گوگل، همین ترجمه براتون میکنن. 30 سال پیش داریم میگیم بدون که دیگه تو میزنی برای ترجمه میکنه به هر زبانی که بخوای، که قبلا ما به شما گفتیم. و من همینطور مات و مبهوت به اون نگاه میکردم. خداوند یک خمیازه بزرگی کشید، 2 بار دور خودش چرخید، دستهایش را باز نمود، مشتهایش را گره کرده و به من نزدیک شد و من هم نزدیک بود از ترس زهره ترک شوم که خداوند با مشتهای گره کرده مانند بوکسورهای حرفه‌ای به نرمی و آرامی به شانه هایم زد، زدنی که گویی فرزندش را نوازش می کند و 2-3 بار هم به هوا پرید و گفت خیلی خوب، بیا جلو ببینم، باید به اصل کار بپردازیم، آماده هستی؟ خب راستش نمیدونم که اصلا اصل کار چی هست. جستن چاره‌ای برای من، مگه نگفتم که در روی زمین چه کارهایی به نام من کرده و میکنن، پس باید چاره‌ای بجوییم. خیلی ببخشید خداوند گرامی، چطور شد پس از گذشت قرنها و هزارها به فکر این مسئله افتادی؟ این خود تو بودی که این فکر را در ذهن من انداختی و چه فکر بکری. خیلی خوب، بگو از کجا آغاز کنیم؟ از یک تریبون. تو باید مرا کمک کنی تا یک تریبون و پایگاهی برای رساندن پیام‌هایم داشته باشم. ببین خدا، اگه بازم میخوای یه پیامبر دیگه به اون 124,000 نفرت اضافه کنی، دور من یکی و خط بکش. اینجا بود که خداوند با عصبانیت و خشم بسیار گفت ده آخه چه پیامبری؟ کدام 124,000 نفر؟ این ارقام را از کجا آوردی؟ این رقمیه که خودت درست کردی و خودت اینا رو فرستادی. کجا من کسی را فرستادم؟ کی؟ با چی؟ و برای چی؟ اصلا به عقل مگر جور در می آید 124,000 پیامبر؟ اینها میگویند اولینش آدم بوده و 6,000 سال پیش در صحرای سینا زندگی می کرده است. اگر هر 50 سال هم یکی از این رؤسای قبیله خودش را پیغمبر نامیده باشد، می شود 120 نفر، یا هر 25 سال می شود 240 نفر و فوقش اگر مثل فرانسه هر 7 سال یک بار رئیس جمهور بکارند و کسی 2 بار انتخاب نشود که می شود، تازه تعدادشان به 900 تا هم نخواهد رسید. حالا من نمیدانم این رقم 124,000 از کجا در آمده است. باشه بابا، حالا از رقم 124,000 میشه بگذریم، اما تو داری زیر همه کارهای انجام دادت میزنی ها. این خط کشیدن روی گذشته مال ما آدم هاست، نه مال خداوند بزرگ. خداوند بزرگ که نباید از کرده‌هاش پشیمون باشه و اونا رو نفی کنه. تو که مهندس بازرگان نیستی که بعد از خوندن قرآن سروده‌ای به سبک پارسی خط بطلان بر بیش از 50 سال مبارزات دینیش بکشه و بگه تازه فهمیدم که انگیزه بعثت انبیا فقط توجه دادن به آخرت بوده و آنها نیامده تا به ما درس سیاست، ساختمانسازی و تجارت و تکنیک بدهند. گوش کن، من کجا نفی و اظهار ندامت کردم؟ میگم من کسی رو نفرستادم. آیا به کسی امضا، خاتم و نشانی دادم یا با کسی مصاحبه انجام دادم؟ خب حالا میگن که بعضیاشون یه سری معجزه هایی هم داشتن که از تو بوده، مثل خاتم یا امضایی که اونا رو از تو داشتن. یعنی چی؟ یعنی اینکه یه سری کارهای خارق العاده انجام میدادن که میگفتن تو براشون مهیا کردی. مثلا
شق القمر کردن یا سفینه به فضا فرستادن یا مثل پرنده ها پرواز کردن. خب حالا از این کارام که نه، اما یکی از این بزرگواران گفته که تو با اون حرف زدی و 10 فرمان بهش دادی. خب بگو کسی هم شاهد این ماجرا بوده؟ نه خیر، فکر نکنم. پس خودت میبینی که من با کسی سخن نگفتم. اون آقای محترمی که این حرفو زده یه سردار دلیر و قهرمان بوده در میان مردم مصر اون زمان. پس تو چی کار داری که با من سخن گفته یا نگفته؟ به کارش نگاه کن که قومی و سازمان داده و به اونا آقایی و سربلندی جهانی عطا کرده. بله همینطوره. شما درست. حالا در راستای همین ها میخوام اینو بهتون بگم تا چند وقت دیگه میفهمین. یک سلاح خطرناک دیگه ای دنیای سرمایه‌داری به جمهوری اسلامی داده که چون توسط آدمای خل امتحان بکنن چیزا چونه براشون درصدشون کمتر با بقیه. و این اصلی جدیدی که دادن این رو بر اساس خورشید و انرژی خورشیدی و آنچه از خورشید جدا میشه و تولید انرژی و گرما و فلان میکنه ساختن. اسمش از پلاسما. با این پلاسما کار پزشکی هم میکنن، با این پلاسما میکروبا هم میکشن، با این پلاسما سمپاشی هم میکنن فلان. خیلی هم کم خرج و ارزونه، دیده هم نمیشه، برقی هم میاد عمل هم میکنی میره. پلاسما رو از شما رونمایی میکنن چند وقت دیگه. وقتی میگه خب ما عطان اون پلاسما داریم ولی آزمایش هم کردن. اگه گفتین کجا آزمایش کردن؟ پلاسما رو کجا آزمایش کردن؟ یکی دیگه از بحث‌های حوزه هسته‌ای بحث پلاسمای سرد. ببینید فضاهای یعنی هستی، جهان هستی رو جامد و مایع و گاز داریم دیگه. یه عامل چهارمی وجود داره به اسم پلاسما که جهان هستی رو در بر گرفته که بالای 98% سهمش ما در قالب رعد و برق و اینا مثلا می‌بینیم مشاهده. ما امروز اینا آوردیم از مقاله آوردیمش به صنعت و به سامانه و به سیستم و به خدمت برای مردم از طریق پلاسما تراپی که این رو میاریم و تو پزشکی استفاده می‌کنیم، تو صنعت هم استفاده می‌کنیم. تو صنعت ما آوردیم، خطش هم ایجاد کردیم چند هفته پیش با وزیر محترم کشاورزی. اولین کارخونه سم زدایی آلودگی زدایی پسته رو که آفالاتوکسین که مشکل برای پسته ما به وجود آورده اون از بین میبره با همین فناوری پلاسما. اولین کارخونه مدل که گزارشش هم پخش شد توی سرطان، الان تو فاز بالینی پروفسور اکبری توی مرکز تحقیقات سرطان تجریش الان ایشون تو دانشگاه شاهی بهشتی داره الان اینا کار میکنه و روی تعداد زیادی از بانوان این رو با نتایج مثبت گرفته که دیگه اینا داریم تو کشور ان شاءالله گسترش میدیم. روی زخمای بدخیم به ویژه دیابتی‌ها که میرن تا اینکه یک عضوشون به خصوص پاشون قطع میشه. شما دیدید تو نزدیکان و توی دوستان و آشنایان اینا. ما با این فناوری پلاسما توانستیم اینها رو با 2 تا کلینیکی که فعلا راه‌اندازی کردیم اینا رو داریم درمان میکنیم. متوقف میشه، زخم پیشروی نمیکنه. اینا خیلی درد رنج میکشن، هزینه‌های زیادی هم میدن. با پلاسما تراپی زخم متوقف میشه، عروقش دوباره احیا میشه، سیستم شکل میگیره و اینا نجات پیدا میکنن. تا کنون ما برداشت‌های خیلی خوب و در حقیقت اثر بخشی داشتیم. جهان در شوک، خطرناکترین سلاح دنیا در دست ایران. خبری داغ و باور نکردنی اومده که ایران به یک سلاح فوق پیشرفته و ترسناک دست پیدا کرده که هیچکس حتی تو خوابش هم نمی‌دید. اسمش پلاسما، یک گاز یونیزه با دمای وحشتناک بالا که همه چیز رو ذوب میکنه. حتی برخورد کوچیکش هم فاجعه میاره و هیچ چیز جلودارش نیست. در کسری از ثانیه میتونه تأسیسات نظامی و شهرها رو نابود کنه. تا الان هیچ کشور دیگه‌ای به طور رسمی موفق به تولید و عملیاتی سازی سلاح‌های پلاسمایی نشده. و خب الان خیلی عجیبه که اکثر خبرگزاری‌های رسمی اعلام کردن ایران سلاح پلاسما داره. حتی گفتن پنتاگون هم تایید کرده این موضوع رو و سردار حاجی زاده هم گفته ساخت پلاسما صحت داره و فقط مونده رونماییش. حالا نظر شما در مورد این سلاح چیه؟ اصلا نمیگن که اینا پلاسما رو آزمایش کردن. نمیگن. ولی که میدونن. خیلی هم خوب میدونن. نمیگن. چون بچه‌ها مملکت ما دست استعمار و استعمارگران هست. ما بایستی با رشادت و قهرمانی مردممون به ویژه دختران سرزمین آریایی این برتری خودمون رو از نظر نیروی جایگزین در برابر نظام پلید روحانیت نشون بدیم. الان هم که دیگه شما ببینید الان از رادیو تلویزیون شما بیشتر چیزی هست تو خود ایران. الان رادیو تلویزیون خود ایران که مرتب داره میاد روشنگری میکنن، میشن بحث میکنن، دعوا میکنن، فلان میکنن که تو خود تلویزیون جمهوری اسلامی، تو خود چیزایی که تو ایران پخش میشه. اسفندیار عبداللهی یک ژورنالیست بسیار ورزیده و کارآمدی است.
ایشون یک مصاحبه های انجام داده و داره میده، بی‌نظیره. همه تابوها رو شکسته، همه رو آورده جلو دوربین. سوالایی هم کرده که تو آقای دهباشی همونطور. آقای دهباشی کارهایی که کرده همش قابل تحسین و تقدیر دهباشی. همه کاراش از زیر زبون هادی خامنه‌ای، از زیر زبون هادی غفاری، از زیر زبون فلان خلبان، از زیر زبون فلان چکاور چیزایی در آورده پخش کرده به شما داده. دیگه شما چی میخواید؟ چون در داخل ایران شما سلحشورانی دارین که این فرصت رو ازش غنیمت میشمارن، از جانشون مایه میذارن. این یاشار تفلی اینقدر افشاگری کرد، همه رو گرفتنش زندان، برو فلان، برو دردسر. الان این صفحه زده برین کمکش کنین، اینا رو یاری کنین. این تریبونایی که از داخل ایران برمیخیزن، نه معتادن نه وابسته به اقتصاد جهانی جمهوری اسلامی ایران که بیان رنگ اپوزیسیون تو خارج بگیرن برای جمهوری اسلامی ایران کار بکنن. شما تقویت باید بکنید. در واقع اشکالاتش هستیم و برخورداری ها رو نباید بگذارید که از میان ما برن. وقتی که رفتن، من افراد بزرگواری ما در ایران داشتیم رفتن. میخوام امروز یادی بکنم از خواهر فریدون فرخزاد، فروغ نه، از پوران، پوران عزیزم، پوران فرخزاد. میدونید وقتی که میرن به استرالیا از آسمان ایران رد میشن و او یه سفر به استرالیا داشت، یک کارتی بعد بر من فرستاد، روی این کارت همش پر از اشک بود. نوشته بود که وقتی از آسمان ایران رد میشدم گریه کردم خیلی، برای مامان که مریضه، برای برادرها، برای تو، برای خونه کوچیکم. دلم میخواست از اون بالا خودم بنزم پایین، یه راست بیام پایین تو تهران و همه شما رو بغل کنم و ببوسم. این کارت رو هنوز من دارم، پر از اشکای فریدون. همه تون باید بگید یاد ایران بخیر. اگر خیلی انگلیسی نشده باشین، یاد ایران بخیر، یاد ایران بخیر. بگین مگه شما لالی نیجون خوب بگین دیگه، چرا نمیگین یاد ایران بخیر، یاد ایران بخیر، یاد ایران بخیر. خاک پر صلابتم درد من بی کسیست، خاک ایران که نیست ذره‌ای بی ثمر در نهایتم، در نهایتم. همه مادرای دیگه، مادرهای عزیز، نازنین هایی که فرزندانتون رو پای این درس و مکتب و مدرسه و آموزشگاه گذاشتید، خودتون هم نشستید، شما خرسند باشید، شما خوشحال باشید، شما پیروز شدید. نوروز امسال این را همه جا بگید، پیروزی با مردم ایران بود. تمام تازی پرستی رو گذاشتن کنار. چنین چیزی پیشینه نداشته در تاریخ 1400 ساله که این چنین تازی پرستی رو گذاشتید کنار. این چنین مساجد و امامزاده ها رو خالی کردید، در نوروز رفتید به بارگاه بزرگان و اندیشمندان تاریخ ایران. شما بزرگوارید. نرو کربلا، برو نادرشاه. نرو نجف، برو فردوسی. نرو زینبیه، برو تاجیکستان. شما برید اونجاها رو آباد کنید با پولهاتون، سرزمین های آریایی و جایگاه های آریایی که ما افتخار میکنیم به بودشون. درود بر شما مهربان یاران گرامی. توجه بفرمایید، تا وقتی شما تازی پرست هستید و کسانی که نیاکان شما رو کشتن و تا به امروز خود شما رو دارن میکشن و قتل عام میکنن، یعنی جد و آباد و پدر مادر همین خامنه‌ای، خمینی و دیگر آخوندا، شما تا وقتی که اینا رو مقدس بدارید، گنبد بارگاه براشون بسازید، سر خاکشون میلیون میلیونی برید، پول بریزین تو زریحاشون، طلا بکنید
بدبختید، روز به روزم بدبختتر میشید. شما باید بزرگان تاریخی خودتون رو قدر بدانید، مثل یعقوب لیث سیستانی که برخاست و با شمشیر ایران رو از چنگ تازیان نجات داد. گفت شعر عربی برای من نخوانید، زبان عربی در میهن من صحبت نکنید. امروز چند نفر به مزار یعقوب لیث سیستانی میرید؟ بایستی زیارتگاه شما جایگاه های بزرگان و فرهیختگان و قهرمانانتون باشه. سعدی در شیراز در چنین باغی زیبا چشم به راه شماست، هر روز و هر هفته به دیدنش برید، خالی کنید امامزاده ها و امام خونه ها و غیره رو، به سعدی ها برید، به یعقوب لیث سیستانی ها برید. عزیزم، شکوه و عظمتی رو که ساخته شده در بارگاه اونها رو هر روز پاس بدارید، اشعار اونها رو بخونید، زندگی اونها رو پراکنده کنید و گل ببرید به مزار اینها، موسیقی ببرید. حافظ رند شیراز قرآن رو از بر میکنه، وقتی که قرآن رو از بر میکنه میفهمه چقدر سر مردمش کلاه رفته، میره و میگه من مرید پیر مغانم، میگه من آیینم مهر، من مهرآیینم. میشه مسلمان سابق، میشه روشنگر، همه کتاب های گذشته خودش رو نابود میکنه. حافظ رند شیراز کارش از سیاوش اوستا در یوتیوب به رایگان گوش کنید، به دیگران توصیه کنید تا بشناسید بزرگان خودتون رو و به بارگاه و آرامگاه آنها بروید، نه به دیدن و زیارت آرامگاه تازیانی که پدر و مادر شما رو کشتن. زکریای رازی دانشمند بزرگ، اندیشمند توانا، کسی که کورش کردن همین تازیان در سرزمین خودش، به دیدنش برید. مولانا جلال الدین رومی در قونیه ترکیه است، 35 سال قاضی القضات تازیان بود. شمس تبریزی اومد روشنش کرد، فکرش عوض کرد، ذهنش عوض کرد، شد مولانا. با اون همه سروده های زیبا به مزارش برید، به آرامگاهش برید. امسال بسیار خوشحال خرسند بود روان پاک بزرگان. ما به خدا اعتقاد داریم، به پایداری روان باور داریم. خیلی ها فکر می‌کنن ما این ادیان رو که نفی میکنیم و گولزنهای شارلاتان که با نامهای مختلف به نام خدا آمدن عرضه، فکر می‌کنن خدا رو در خاک دیدم زازارگی میکرد، دفاعی است که از خدا کردم. مارشال منش یک داره تیکایی در میاره، محاکمه خدا چه بعد میگه خدا محاکمه، میگه محاکمه چیه؟ این دکون اینا وا کردن برای پول ثروت، هم میکاله مال پول ثروت، به من ربطی نداره. خدا در توست، اون بخشی از روان و نیروی فرهوشی و فراهری توست که در توست میتونی فعالش کنی و جهان رو بگیری. جهان رو گرفتیم ما. بهتون گفتم بارها، امروز میخوام تأکید کنم، این رو میخوام امروز به شما بگم، به خاطر این پیروزی بزرگی که شما امسال در این نوروز برای ما آوردید. من به خوب و بدیش کار ندارم، این خوب دقت کنید. وقتی خبری به شما میدم، من داوری ارزشی نمی کنم که آیا این بد است یا این خوب است، به تو خبر میدم. حالا فراماسونری در جهان انواع و اقسام داره. در همین فرانسه 16 گروه فراماسونری مختلف داره، 16 تا. بعضیا زن را نمیدن، ضد زنن. بعضیا خیلی نجات پرستن، خیلی فرانسویان. بعضیا سوسیالیستن. بعضیا از این لوژه هست میگه آقا تو میخوای به اینجا، دینت چیه؟ باید به کتاب مقدس اینجا سوگند یاد کنی. قرآن مسلمانی، انجیل، تورات. یعنی این تضاد تو اندیشهشون هست. من به این اشکالی ندارم، وارد این مباحثش نمیخوام بشم. میخوام بگم
فراماسونری همان زمان ایلامیان و تفکر و اندیشه و تشکیلات میتراست. این رو من به 3 زبان نوشتم، در پرده و باز سخن گفتم. همین زرتشت، این گونه زرتشت می اندیشید، انسی پانسه زراتوستخا، و بعدم چون من معتقدم زرتشت های زیادی بودن، یا سوتینگ زراتوستخا و همه زبان ها هست، و آیین اوستا، که در اونجا ما ثابت میکنیم که اندیشه نخستین میترا که از پامیر تاجیکستان میاد بالا، نخستین اندیشه خردگرای آریای ایرانی است که رادی، آزادی، شادی رو میگه در کنار پندار، گفتار و کردار نیک در جامعه باید بیارید. حالا داشتین یه چیز دیگه هم خیلی شما میشناسین، میگن او فلانی اینه، این فلانی همونه، آقا مدونا هم اینه، آره توم جونز هم، آقا اینا همه. ایلومیناتی خیلی میشنوید، شنیدید؟ اونایی که میدونن ایلومیناتی انگشتر دارن، دستبندم دارن، ایلومیناتی. بشنوید از سیاوش اوستا، در تاریخ علنی میکنم اینا امروز، به خاطر نوروز 7763 که بت‌ها رو شکستید. این که میگفتید ما آریایی هستیم تازی نمیپرستیم رو ثابت کردید. درود بر شما عزیزان من. امروز رو بهتون میگم ایلومیناتی همون ایلامیت ایلامیان ماست. ایلامیان ماست، اون دولت ایلامیان ماست که معلوم است چجور منهدم شده، منفجر شده، رفته زیر خاک، که الان بهتون دیگه گفتم تو فیلم فندوماندش هست، برین ببینید که همه رفته زیر خاک. تمدنی که بیش از 7000 سال پیش در مزوپوتامی اینا میگن، در بین النهرین بوده، در شوش بوده، در جای دجله و فرات بوده، در ایرانک در ایران بوده. ایلومیناتی که میگن همون نظم و تشکیلات و اندیشه و تفکر مهری، میترایی، خورشیدگرایی ایلامیان هست. چون ایلامیان بخارجی میگن ایلامیت بعد واژه ها عوض میشه، مثلا میترار اینا میگن متر. فرانسوا میتران، متر. حالا ایلومیناتی همون ایلامیان ماست. دنیا رو گرفتیم، الان هم دنیا دست ماست. خب این دنیا رو که ما گرفتیم، دنیا هم که دست ایران آریایی هست، اگر ذکاوت و تیزهوشی در رهبری ایران نباشه، این ملا شپشوها یک بار دیگه کشتی نوح درست بشه میکنن و همه ایران رو نابود میکنن، میره زیر خاک. یک بار دیگه تمدن ایلامیان میره زیر خاک. من در کتاب آیین اوستا عکس گذاشتیم، سند آوردیم، گفتیم موسیقی 7000 سال پیش داشتیم، ما شراب میساختیم، جراحی مغز 40 سال پیش رو نوشتم در آیین اوستا. 40 سال پیش گفتم آقا ما جراحی مغز انجام میدیم، میخندیدن به سیاوش اوستا مردم ابله و نادان. چشم مصنوعی درست کرد. امروز همه اینو میگن و میدونن و بهش عمل میکنن. این گونه است که دانش شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. خون کوروش در رگ‌هایم، خون خامان شاه، خون کوروش شاه شاهان، شاهنشاه خاوران. مهربان یاران، خرسند باشید. بت‌ها رو شکستید، تابوها رو شکستید، همه چیز رو کنار زدید، درخشش ایران رو در جهان نشون دادید و زیر خاک رفتن ایران یا سر بر فلک بردن ایران دست شماست. در داخل کشور نیروهای زیادی ما داریم.
در تمام ارگان ها نیروهای زیادی ما داریم که از شما پشتیبانی میکنن و آریای ایرانی هستن. الان تا الان چند میلیون اتباع بیگانه رو بیرون کردن از کشور. دیروز آماری که به من دادن 1,300,000 نفر بیرون کردن. شما برین ولونتر درخواستی بشین، رایگان با نیروها کار کنید، وارد بشید، نفوذ کنید در نیروها. باید نفوذ کنید و سرزمین رو پاک کنید، چون اینها میدونن شما دیگه تازیان رو کنار گذاشتین، تازی براتون با افکار تازی وارد کردن که بهرهشو ببرن، شما اینا رو برین بیرون کنید، سرزمینتون رو پاک کنید. وگرنه این آخوندا همین که میگن جنگ آخر زمانی و مهدی بیاد، همه اینها که داد مهدی میزنن، مهدی که مرده، مهدی که اصلش سوشیانت زرتشت زمانه است، کیان پیرفلک مهدی است. آمد مهدی، مجید رضا رهنورده، آمد مهدی نیکا شاکرمی است، آمد مهدی دکتر کوروش آریاملش سوشیانت، آمد به شما خرد داد، تلنگر زد به اندیشه و تفکر شما. اینها مهدی هستند. تمام این باندهای پفیوز بیشعور ابله تازی پرست، چون رئیس ها که میدونن که رئیس ها نوکر استعمارن، پولاش گرفتن از استعمار کار میکنن. این پایینی ها که شما میبینید تو مسجدایی و تو خیابون ها میان اینا زر میزنن، اینا نوکر، اینا مگسان، اینا مگسان که میارنشان شعور ندارن. اگه نتونستون بهشون شعور بدین، مگس رو چیکار میکنین؟ باید با مگس برخورد مگسی بکنید. نه اینکه فکر کنید که آقا عقیده محترم نیست. هیچ عقیده محترم نیست، چون عقده پابندی است، دگمه. اینم جدیده دارم بهتون میگم. قبلا در کتاب اجتهاد نوپردازی در اندیشه، فقاهت ایستایی در عقیده 50 سال پیش نوشتم. عقیده باطله، چون عقده پایبندی، دگماتیسم، تغییر درش نیست. اون اندیشه است که خوبه. اندیشه ایرانی اوستایی برای تو مقدسه. انسان ایرانی آریایی، انسان جهان برای تو مقدسه. هیچ چیز دیگه مقدس نیست. اصلا نه خرتون کنم بگن آقا عقیده مقدس نیست. عقیده مردم چیکار؟ عقیده که دگمه میگه همینه و دنیا داره، همینه و اون نیست. حتی خود اینا هم بعضی جایشون آدن گفتن تقسیم کردن کافر و مؤمن و منافق و اینا که همه که دوتایی نشیه خودشون قاطی کردن. وقت طور میان بگن که خواهن سرتون رو ببرن، نه مقدس اینکه اونا میگن مقدسه، یادتون داره، نه عقیدهشون محترمه. عقیده محترم نیست. هر چیزی تو میتونید نقد کنید، وقتی خدا رو نقد میکنید اینا رو پخش کنید، این حرفا رو پخش کن. حاج آقا عبدالله، دکتر، مهندس، دانشجو، صبح از خواب پا میشی، صبح شما بخیر دوست عزیز. آی دوست عزیزان کسی است که همیشه به یاد توست. آی صبحتون گل و گلابی. چرت و پرت وقت تادم نکن. اینایی که دارم میگم رو پخش کن. ذهنیت ها رو باز کن. زندان ذهنیت مردم رو باز و آزاد کن. امیدوارم که در هر کجا جا هستید شاد باشید، خوش باشید، پیروز باشید. من دستای گرم پدرها، مادرها، عروسا، دومادا، جوونا، بچه ها همه رو میبوسم. نوزادان رو خیلی قدرشون بدونید. این نسل جدیدی که زایش پیدا میکنه، این نسل جدید برای فردای ایران خیلی کارسازه. نوزادای خودتون رو اسمای قشنگ زیبا بدین، جای خوب ببرنشون و مهر و مهرورزی رو همه جا بگسترانید و هم بگید الان شما پیروز شدید که تازی پرستی رو گذاشتید کنار. پروانه میخوام از برادرم مهندس امیر شجره سپاسگزاری کنم، از مهربانی سرکار خانم دکتر مرجان نقوی و از کارگردان برنامه آقای امیر شهرتی عزیزم و تیم همکاران ایشون. ببوسمتون و بگم روز شب خوشی داشته باشید و ایران داره آزاد میشه.
بیش از 1 میلیون صفحه آثار سیاوش اوستا برای نشان دادن فرهنگ، هنر، تمدن و اندیشگی پر افتخار ایران 7000 ساله، آثار سیاوش اوستا را به زبانهای پارسی، فرانسوی و انگلیسی بخوانید و به دوستان و یاران ایرانی و غیر ایرانی و حتی به دشمنان هدیه بدهید.